Rahim Production. خدا بگیرت بچه بابا چی ما؟ بی خبر اینا و خونه را همشت بگی بیا بله من خونه ای خونه را برا بتاد من اینجا یگون کسا بخطم یگون چیزی سوز بتم بله من کنیم اینجا خونه کدو دای مودا باز میرم نون بگیر یارو لبای конечно من گفتم که اکو همین کارا همین منگوی همین من گفتم که همون برده ها برده مونید اکو من شهر اکو حتی شهر شما هم مسخره کرده گشتی همونید یک روز نیمروز اکو یک کار باری خونه بینم اکو ها چی؟ دقیقه جا بیو؟ ها تو دلو جگرم خوردی که علکه همون من پترابلیت که دوستیم آخه من روزی دراز حال تلفن بوزه بیا چیز کنم؟ تو بوته ما میزنم یه زمارا تو بوته من زنم من تیم تو زنی گیر بعد بالا با خودم من مردم خیلی گپ زنم خیلی بیای اردن مردم خیلی اکون همین عروسیش گفتیم کردنگی خودت من زنم برای چیم گرفتم وقت از با اومدم خالی نه من دختری فلان گفتم 30,000 بالا کردی کو همش دردی بخیر من برای تو شده برای تو من 2 سال وعده کردی کی میگیری 2 سال وعده کردی کی میگیری من در دوری قیمتی از قلیند توی دیدم من قریب رسا 600 تومان به فقط سبزی خریدگی خانم من پشتم بکری کردنگی پولی سبزی حالی تو برآوردگی نی بس بودا من گوش نماندم ایچ شاید نو کشیدی هم کرد همیشه حکمت شهید نودگو رحمت تشکر احساتی همیشه ساعت با اونه که راه خونه گرختی گشتیم السلام بچه کجا یکسون وای کرم چیز اکو همین عطای چودر همین سیاست شیراندن در کار همین زنک مردم همین جلوش کشیدن در کار کن اکو هایتی و گپ کلوچش بسیار مردم یک دیلو جگرم خود چیز میگو ای همین تلفن گپ زن تا بیچاره کی جوگی چیزی گفت تا گپ شد نفهمیدی گوش نکردی همون کس والا ای حاضر یک دقیقه استید یا پیش چیز گفته شما چیز میخواسته یا بار بیا چی من جوگی گاردی من گپ یه بار میگم یکی وقت شرطه رشیدیم که عصبان ویران شید من خوب بکنم مورا چند گرفتی تو؟ من سه گرفتم شگر میگه چند گرفتی؟ 3 گرفتم با گفت حالی پگه بیا تو با من نمیشیشتم بون کده زنگ من 4 گرفتم من اما تونسوز در سوش خیلی گذاشتم اولی پگه ای دیالوگ یاداره میدونی من اون معلومه گل بستن اولی یم خوش نیستن وای کسالیا کار چی خیلی هست برم تری ایو وای سات فایزانه اپای گنجنا خیلی با شما اشاره بیا رفتیم یا نصیحتش کنه خودش با خودش با قبل ببین بچه ای وای خوندگی مکتب امیجه میخوندم نه ای سادی گرفتگی خونده کسال شد همونی شد شما بیسته نگنه من نگاه کنه اینا چه گل میزنم شما تماشا کنه السلام علیکم اکای خوشسازی اکای خوش میگو کتکی گوز استی لبن کتکی گوز استی منم میگویم خطا میگو موخ کتکی گوز استی منم میگویم ترا میگو اینجا گم کس نیست لبن کتکی گوز استی میگو خب گبار لبن بگو شوکی جایش کنه این میگه که بگو هیچ کنه استا لبن خیلی سلام بگورم خوش یه سوال بتون بله ایتا ایزو نمیکش بینی تا میکوی؟ ایزو؟ چون ایزو میکردم میگم خوش لبن درو بینی تیلو گم کده که میکویشی تا نفهمیدم میگم درو بینی تیلو گم کده که تا میکویشی ببینی تیلو گم کدم ای قبو کن بودم دندان تیلو میکنی
چی مرا او دفعه اوجا رفته خپیدم اینجا میگم این عبیده اولی نیستن بابا اینجا ما بگذار اولی بگذار ای بیاد تو ای پیش برا نه اول تو برا من اختو نگذاشت پیش کو خوشو بیا نه غلطی با خوشو بیا نه غلطی با تو رو بینم میکشم نه که انا ای اوگزاروندم پیش دستیت میکنی جوی خیلی دوا بیو اصلا جو انا میجم میفرما چی گفتی داوجا چی غرغر داشتی اینجا بشی نه من اینجا نمیشینم خب بشی مالک جوی دم خلطه بشی چی غرغر داشتی ناو فقط جوی همی خیلی میاری گفتی چی گفتی فقط نم خیلی جا میاری او کامبورگی باقی که جون اونا سایرا الکش همه را بزی کرد آخه برای آنها ما هم خیلی جوی خلوت میارم که ترا نبینن نو سایرا الکش دیدی نیمی قشلا قوزه که با ناموسی ما اوت دا پرابلم گپ خبرو بسیار میشوا برای آنهایی آن خیلی جوی تشینه ولی نه بابای تویرم کو باقی بابای تویر اومدگی انا میام اماکی انا مسایرا ایوا عبیده ولی خواه نیست اکامی جونی ما تو چی میخوای فقط ما را نم خیلی بوغوی نمی همسویو میاری میدونی برای چی ما جوی خلوت را میارم برای چی برای که میفوره که همین جوی خلوت دا قطیته خیجان تو دایجا چیکار کرده بودی؟ هیچ نه که جواب قلقتی عروسون بوده افشتگی بوده ولی میدونه که قطعی همی دخته شرمندت میکنم همین میدونی چون اکا جول داکول لیسه چی داکوره با این خیلی حال کنه با که التیموس همین داکول لیسه اکا گپ راست چه بگو چی کسا بودن اینجا دا؟ لفهمیدم اکا جو ما شتگی بودم کتی عروسون ما اکا همی همسیو دا اوزلا که چی داکوره داری همسیو اکا همی اوری دخته اوری مومیرزا ما بچه مواری خولای پدارم والا میدونی چی بسیار کم نزن؟ این همیجا اگر فورت شرمنده نشاید اقشلو قطعی نمی دخته دایجا چی مقصد داشتی مقصد هم اده میگوی کس که؟ قطعی هم دخته بچی مسا شتگی مولا بودم اکا ما مقصد اشتم اکا گپی بزرگو را گرفتم اکا اشتم بودو چی میگم بزرگو؟ بزرگو گفت که اکو با ماشینی ماه شوی با عروسینی پدر شوی پدرش نخواستو سه مرا میدونی چی میفوره در همین جوی خلوت قطید انا گفتم تو همی خلوت میاری چی کاری کردنی